خدمت شما عزیزان، من مرتضی احدی ایرانی هستم و این سومین روز چالشمون هستش. اگر کاور این ویدیو رو دیدید و وارد شدید یکم صبر کنید، به اونجا هم میرسیم. امروز سومین روز چالش 90 روزه ما هستش که میخوایم یک کانال یوتیوب رو به درآمدزایی برسونیم. خب من برای اینکه خیلی ویدیو هم تکراری نشه و حالا یکم هم جنبه آموزشیش بیشتر بشه، خواستم که یه مقداری تفاوت ایجاد بکنم. زمانایی که توی آمارم بتونم اتفاقای خوبی رو ببینم و بتونم تو آنالیزا بیارمشون، حتما اونها رو ویدیو میکنم و میذارم داخل چالشمون. اما امروز میخوایم بریم سراغ یه آنباکس، یه وسیله‌ای که خیلی کمک میکنه به ما توی فیلم برداری، علل خصوص فیلم برداری هایی که نیاز به حرکت داره. امروز یه محصول داریم که میخوایم با هم آنباکسش بکنیم و یه سری نکات خیلی مهم توی زمان خریدش بهتون بگم. DJI RS تیری پرو امروز میخوایم با هم آنباکسش کنیم. من دوربین رو جابجا میکنم، میارم جلوتر تا این رو با هم ببینیم و بعد بریم سراغ توضیحات بیشتر. خب بریم سراغ آنباکس DJI رونین RS تیری پرو. البته دیگه روی این رونین رو نخورده، RS تیری پرو. خب یه نکته که هسته زیرش متعلقاتشو نوشته و حالا بارکد مارکد و اینها. بریم بر باز کردنش. دو تا چسب داره، به این صورت باز شد. خیلی محکم و اصل مطلب. خب یک کیفی هستش که روش خورده DJI پرو. البته اینم بگم و حالا این شرکت رو هم به نام‌های مختلفی اسمشو میگن، DJI که DJI به نظر تلفظ بهتریه، ولی DJI رو من خودم بیشتر دوستش دارم. خب بازش کنیم. باز که میکنیم یه پد روشه، یه قسمتی اینجوری جدا شده، یه سری وسیله هست. اول از همه خود چیزو در بیارم. این قسمت اصلی این گیمبال هستش، بذارمش همین رو. و دیگه چیا هست؟ توی کیفش دیگه چیزی نیستش. خب این دسته هستش که به پشت وصل میشه و حالت یه دسته کمکی رو داره. این قسمت باتریه، امیدوارم شارژ داشته باشه که نداره. و تریپادی که حالا زیر باتری وصل میشه. خب برای سرهم کردنش هم که قفلش روی باز باید باشه، دسته میره جا میخوره و اینم میادش و قفل میشه. پات هم که خیلی ساده، این زیر پیچ میشه و باز میشه و قرار میگیره. خب فکر نمی کنم شارژ داشته باشه. نه متاسفانه شارژ نداره که بخوایم روشنش بکنیم. این دسته ای هم که حالا به این صورت وصل میشه رو من اتصالش رو براتون انجام بدم. حالا میتونه از هر دو طرف وصل بشه که حالا اگه دست راست یا دست چپ باشید میتونید اینو کامل خودتون تنظیم بکنید. خب من اینو ببندمش کنم که درست جا افتاد و این قسمت رو هم
ببندم. به این صورت میتونید بگیرید برای ضبط، یا حالا وقتی که روشن باشه میتونید از این قسمتش هم استفاده بکنید. خب تا همینجا رو نگه داریم. این البته این قسمتی هستش که زیر دوربین وصله میشه و بعد میتونید بندازینش توی ریل اینجا و به صورت کامل ازش استفاده بکنید که توضیحات اینا رو همه رو بهتون میدم. فقط نکته‌ای که الان هستش اینه که ما به این علت که الان شارژ نره ویدیو رو نگه می‌داریم دستگاه شارژ بشه و بتونیم بقیه ویدیو رو ضبط بکنیم. خب من می‌خواستم که دستگاه رو یه شارژش بکنم و بریم سراغ نصب نرم افزار و اینها، ولی خب خیلی طول میکشه تا شارژ بشه. حالا زمان بر هستش و به این ویدیو نمیرسه. توی پک حالا جایی که کاتالوگ و اینها بود یه سری وسایل هم بود که ریلی هستش که دوربین توش قرار میگیره. این ریل هم میادش توی این قسمت قرار میگیره، موتور فوکوس روش بسته میشه و دو تا کابل داشتیم توش، یه کابل USB به USB تایپ C، یه دونه تایپ C به تایپ C. 3 تا پیچ داشتیم که حالا این پیچ ها برای بسته شدن زیر خود چیز هستش، مانتایی هستش که دوربین قراره بهش وصل بشه و حالا یکیشون هم میتونه بیادش این قسمت وصل بشه برای اینکه اگه از لنز بزرگتری استفاده میکنین بتونید لنز رو روش وصل بکنید. یه نکته که میخوام بهتون بگم، من حقیقت موقعی که میخواستم این دستگاه رو بگیرم یه سری اتفاقا افتاد که تقریبا به صورت شانسی این دستگاه رو گرفتم و خیلی خوشحال شدم که این اتفاقا به صورت شانسی افتاد. الان RS تیری توی 3 حالت مختلف، البته اینم یه چیزی هم اینجا داره که اینم باید باز شه، یه حالت پلاستیک توری هم اینجا داشت که باید باز میشد. RS تیری توی 3 مدل مختلف تولید میشه: RS تیری مینی، RS تیری پرو. که خیلی ساده بخوایم بگیم این هستش که RS تیری مینی سبکتر از همه است، باتریش جدا نمیشه، به دستگاه وصله، دوربینای سبکتری هم ساپورت میکنه. RS تیری معمولی از این کوچیک‌تره، حالا یه مقداری هم دوربینای سنگین‌تر رو ساپورت میکنه. RS تیری پرو اما به صورت کامل، حالا طبق ادعای خود شرکت DJI، میتونه دستگاه‌های زیادی رو ساپورت بکنه، مثل مینی الکسا، مثل دوربین‌های بلک ماجیک یا کنون 3070. این مدل‌هایی که حالا میتونه با لنزهای ساپورت بکنه. تو خود چیز هستش، سعی میکنم اینا رو بذارم داخل ویدیو که ببینید چه دستگاهایی رو ساپورت میکنه و چه وزنی. این خیلی مهم نیست، اما یه نکته‌ای که خیلی مهمه، RS تیری توی 2 مدل عرضه میشه. یه پک استانداردش هستش، من اینا رو بیارم، یه دونه هم پک کمبوش هست. پک کمبوش شامل یک کیف یه دسته است و یه موتور فوکوس. خب که الان که داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم تو رنج 33 میلیون تومان تا 38.9 میلیون تومان توی فروشگاه اینترنتی مختلف وجود داره. تو پک کمبوش اینا هست. تو پک غیر کمبوش فقط خود دستگاه هست، تریپادش هستش و حالا باتریش دیگه، یعنی این دسته رو نداره، موتور فوکوس رو نداره، کیف رو هم نداره. RS تیری پرو هم دقیقاً 2 تا چیز داره، یه دونه پک استاندارد داره، یه دونه کمبو داره که من خودم فکر میکنم که دقیقاً عین RS تیریه، اما خب اتفاقی که افتاد وقتی رسید دستم فهمیدم که نه، RS تیری پرو علاوه بر اینکه وزن بیشتری رو ساپورت میکنه، دسته رو داره، دسته کمکی پشت رو داره، کیف رو هم داره و فقط موتور فوکوس نداره. من این دستگاه رو فکر میکنم هولوش 35 میلیون تومان گرفتم و به نسبت فکر میکنم انتخاب عاقلانه‌ایه اگر که به جای RS تیری
کومبو بیایم این دستگاه رو بگیریم. فقط یه دونه موتور فوکوس نره که موتور فوکوسش هم فکر کنم الان تو بازار رنج قیمتش روی 3 میلیون تومان هستش، حالا 3 و خورده‌ای هستش. ولی نکته خیلی مهم اینه که این دستگاه خب کاملتر از آرس تیریه و میتونه دوربین بیشتری رو حالا خودش تحمل بکنه، لنز سنگین‌تری رو میتونید روش بذارید و خب از لحاظ این که جنس بدنش تفاوت داره با آرس تیری معمولی، خب فکر میکنم که حس بهتری رو انتقال میده. فکر میکنم واقعا انتخاب معقولیه اگر که به سراغ. البته اینم بگم این همین چیزم من توی به صورت اتفاقی تو دیجیکالا از همه جا ارزون تر بود، از دیجیکالا خریدم. نکته ای که هستش اینه که همین این دستگاه رو هم از همون حالا قیمتی که من گرفتم 35 میلیون تومان تا 45 میلیون تومان هم دارن توی سایت های مختلف میفروشن و این خب مستلزم این هستش که ببینید که شما از کجا خرید میکنید و اینها. و نکته ای که من خیلی گشتم دنبالش این بود که هیچ کدوم از این دستگاه ها گارانتی نداشت و همشون اگه می‌خواستین گارانتی رو هم بگیرید یه مبلغی روش اضافه میشد. من حس میکنم که انتخاب معقولیه اگر میخواید که بگیرید، چون ببینید یکی از معضلات و مشکلات این بود که توی هیچ جایی من نتونستم درست ببینم که متعلقات داخل این چی هستش. حتی توی دیجیکالا هم وقتی که داشتم میخریدم عکسایی که گذاشته شده بود کاملا فقط خود دستگاه بود، این دسته نبود، کیفم نبود و من اصلا اطلاعی نداشتم که وقتی رسید دستم واقعا متعجب شدم. رفتم تو خود سایت شرکت اصلی چک کردم و دیدم که بله این دستگاه به این صورت عرضه میشه. خلاصه که شما اگر خواستید ببینید سعی کنید چک بکنید. من حوصله نداشتم برم تو سایت اصلی چک بکنم چون فقط می‌خواستم بگیرم. یه دو تا پروژه داشتم که بعد میرفتم ضبط می‌کردم و از اونجایی که کرم ابزار و تجهیزات رو هم دارم گفتم خب بذار برم یه دونه بگیرم. در صورتی که میشد خیلی راحتم اینو از جاهای مختلف اجاره کرد و کارو برد جلو. البته اجاره هم شرایط خاص خودش رو داره. ما توی یه پروژه یه لنز از دستمون افتاد و شکست. فکر میکنم نزدیک 37 میلیون تومان هزینه تعمیرش شد. لنز سنگینی بودش، حالا یه مقدار هم تا تعمیر بشه و قطعاتی که ضربه خورده بود زیاد. حالا من خودم ترجیح میدم که ابزاری که ازش استفاده میکنم ابزار خودم باشه که خیالم راحت بشه چجوری باشون کار میکنم و چطوری میبرمش جلو. امیدوارم که از آنباکس این ویدیو لذت برده باشید. چی گفتی؟ از آنباکس این محصول لذت برده باشید. این ویدیو رو ببینید، اگر که میخواید خرید بکنید کمکتون بکنه این ویدیو، چون خود من چند تا ویدیو نگاه کرده بودم موقعی که میخواستم بخرم و واقعا نمیدونستم که قراره یه همچین چیزی به دستم برسه. با ما همراه باشید، ما این چالش 90 روزه رو ادامه میدیم و حتما سعی خودمون رو میکنیم که یک کانال رو به درآمدزایی برسونیم. ممنون ازتون.